میتونه جون دستت نازک قربونت برم دستش جون نکشت با وجود این تصمیم گرفتیم به دیدن همسایه ها برویم. در اواخر دهه 1950 با وجود جنگ سرد شدید دولت‌های درگیر در این جنگ تصویر فضا را شروع زنان سفینه روس‌ها به نام اسپوتنیک که نخستین انسان را در مدار زمین قرار داد روس‌ها را در مقام نخست قرار داد. سپس نخستین قدم در ماه 2.5 فوت جلوتر 40 فوت و 2.5 حرکت به نقطه هدف و تماس. حالا از ماهنشین خارج میشن. قربونت قشنگه یک قدم کوچک انسان تلویزیون یک جهش بزرگ بردار نمیتونی بابا نشون بده اما رفتن به مدار زمین فقط قدم اول بود. یک طراح موشک به نام ورنر فون بران در فناوری فضایی پیشرو به حساب می‌آمد. فون بران در طی جنگ دوم جهانی ساخت موشک‌های ویدو را برای ارتش آلمان آغاز کرد. او پس از جنگ آلمان را ترک کرد و ریاست فیلم فضایی ایالات متحده را بر عهده گرفت. من دارم اینجا میکنم اینجا این طرح شامل رسیدن به مریخ تا سال 1982 این نگاه کن این طرح را اجرا نکنند در نتیجه آرزوی فون بران به بایگانی سپرده شد. در حالی که فون بران نتوانسته بود ایالات متحده را برای رسیدن به اینقدر میشو حیوش میشه اینقدر میشو حدود 6 ماه طول به شتاب مریخ رسید. با توجه به مسیر نینی گریه میکنه مریخ هر 26 ماه یک بار در موقعیتی قرار بغلش کن میشه باعث استفاده از مواد سوختی شیمیایی به اونجا رفت. تقریبا حدود 6 تا 7 ماه طول میکشه به مریخ رسید و همین مدت هم طول میکشه تا